سلام. امروز میخوایم در رابطه با دوربین میکروسکوپ یا CCD صحبت بکنیم. میکروسکوپ ابزاری جهت مشاهده نمونه‌هاییه که با چشم قابل رؤیت نیستن. گاهی لازمه که ما از این نمونه‌ها عکس و فیلم داشته باشیم. دوربین میکروسکوپ یا CCD ابزاریه که در این زمان به کمک ما میاد. در صورتی که میکروسکوپ شما از نوع سه‌چشمیه، کافیه که دوربین رو روی چشم سوم قرار بدید. در غیر این صورت اون رو روی یکی از چشمی‌ها نصب کنید و کابل USB اون رو به کامپیوترتون وصل کنید. همراه این دوربین‌ها یک عدد نرم افزار وجود داره که لازمه جهت استفاده از دوربین اون رو روی سیستمتون نصب کنید و از طریق اون مشاهداتتون رو در قالب عکس و فیلم تهیه کنید. این دوربین‌ها در کیفیت‌های متفاوتی تولید میشن، از 1 مگاپیکسل به بالاتر. هر چقدر که رزولوشن تصویر در این دوربین‌ها بالاتر باشه، تصویر با وضوح بالاتری رو به شما عرضه می‌کنن. ما یکی از وارد کننده‌های تجهیزات آزمایشگاهی هستیم. لطفاً جهت ارتباط با ما به نشانی‌های زیر مراجعه بفرمایید.